دختری سالش به 17 می رسید. یک شبی با امر شیطانی پلید شد برون از خانه از مادر نهان. با هوس می رفت نزد یک جوان. آن جوانی دل سیاه نابکار کرده بود تأکید او بسیار بار که اگر این شب نگردی یار من، با تو دیگر نیست اصلا کار من. دختر نادان به قلبی ساده اش رفت پیش دلبری دل دادهش. رفت در آغوش او مستانه خواب، بی خبر کن کاری او دارد عذاب. بعد این کاری بسا زشت و حرام، عاشق او یافت چون کامی تمام. نوجوان گفت پیش من اصلا نیا، دخترک از بعد این شد بی حیا. پرده شرم ز رویش کنده شد، هر کجا بی آبرو شرمنده شد. او حیاتی خوب را اصلا ندید، بار لعنت را به دوش خود کشید. بوالهوس از یک شبی فصل وصال، دارد اندر چشم ما این گونه حال. برادران و خواهران لقدر من و خصوصا خواهران مهربان، ممکن است که بعضی از شما را این مصرع‌های شعری البته دل شما را آزار دهد، لیک این حقیقت است. این اصل دارد که امروز بسیار خواهران بر راه شیطان افتاده و با مردهای بیگانه بسیار سخنهای غیر شرعی و غیر انسانی کرده، عائله های اونها را ویران، پدر و مادر خود را سرخم و نام اولاد خود را پست میزنند. ولی درست است که امروز هستند باز آن مردهایی که دور از چشم همسر فرزندان با زنهای روز صحبت کرده و با همدیگر صحبتهای غیر انسانی کرده و از همسر خود پنهان هر خیل نیرنگ ها میکنند. لیک خواهران لقدر، از شما احترامانه خواهش داریم که این مصرع‌های این برادر ما را بسیار خوب گوش کرده، از اون رفتار بد، از اون رفتاری پلیدی که نام شما را و نام خاندان شما را در بین جامعه پست می کند، یک لحظه خوب اندیشه کرده از این راه دست کشین. امروز ها این تلفن موبیلی که در دستی تمامی اون از کودکی 2 ساله سر کرده موی سفیدی 90 ساله هست، سببی برباد شدن بسیار عائله های شادان و خرسند گردیده. فرزندان را بی پدر، فرزندان را بی مادر میگذارد. الهی الله تبارک و تعالی همه ما و شما را به راه راست هدایت فرمایه و بین هر یک ما و شما مهر و محبت انسانی و یکدیگر فهمی و آر و ناموس پاک انسانی را در قلب های ما و شما مستحکم جای گرداند. و البته ناگفته نماند که این مصرع‌های شعری از جانب دادر عالی قدر ما ابرار احراریان ایجاد گردیده. این دادر از ما خواهش کردند تا این مصرع‌های شعری را به سمع برادران و خواهران اهل اسلام برسانیم. و البته الله تبارک و تعالی در کارهای آینده این دادر ما بردباری و قلم این دادر ما را برا گرداند و در خاندان این دادر فیض و برکات و نور و صفای پاک و جاودان را نصیب روزه گرداند. عزیزان من، هر یک که شما خوب میدانین که امروز ها بسیاری از اون عائله ها با سبب این SMS ها و این صحبت های تلفنی که آخر عاقبت فرزندان را سرسان سرگردان می کند سبب شده ایستاده. دیگه بین انسان ها مهر و عاقبتی نمانده، هم از بین رفته ایستاده است. پس به حرمت خداوند ای خواهر، ای مرد، ای زن، از راه فتنه، از راه فحش، از راه بدکاری به سوی راه حق برگرد. حالا هم دیر نیست. تو توبه کن. تو از اون کاری کردی خود پشیمان شدی، توبه کن.
توبه صدق دل کن، انشاءالله که خداوند رحیم و رحمان میبخشد. لیک اگر با این رفتار پلیدی که تو الحال داری الهی انسانان را ویران میکنی و از این شاد و خورن خورده نوشیده میگردی، در خاطر دار و هر ذره کاری خطایی که میکنی روزی البته جواب است، زیرا این دنیا دنیای برگردنده. و ناخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را برای راست هدایت فرمایه و قلب های ما را پاک، عقل ما را مستحکم و اراده ما را قوی گرداند. آمین یا رب العالمین.